زیادی همین گونه فکر کردید که من گویا پولشویی رو حرام کردم. خواهران عزیز، رفته جایی که خوک میفروشد، عرق میفروشد توزه میکنید، مدامی که میگید من زنی مسلمانم، در این وقت در حقیقت کار حرام است. یعنی برای زنی مسلمان رفته خوک توزه کردن، دست رو به خوک آمیخته کردن حتی گناه است در شریعت. و اونجا سخن اساسا درباره خواهرکان می رود که اونها گرسنه نیستن، اونها تشنه نیستن، اونها صبر کنن زندگیشون میگذرد، ولی به خاطر اینکه خرید زیادتر کنم، خانه هم باز ریمونتش خوشروتر شود، اونها در این جایها رفته کار میکنن و شوهرانی هم هستن که خودش میخواهد گویان اجازه میدن. اونجا صحبت درباره این می رود. اما خواهرانی که شما مکتب نخواندید یا خواهرانی که میگید از دستم کاری نمی آید، من پول مکتب رو میشویم، من پول آشخانه حلال رو میشویم، من کوچه رو تازه میکنم، حق حلالتون است، کسی به شما در اینجا کارتون